برای ساخت این فارم آسون واقعا چیزای خاصی لازم نداره. اول اینو میذاریم اینجا دیگه، میایم بالا و اینو میذاریم اینجا، اینا رو میکنیم مثلا بعد میایم یه دونه از اینا اینجا میذاریم. بعد چی؟ بعد اینجا رو مثلا اینجا رو اینجوری میپوشونیم، بالاش هم یه دونه از اینا میذاریم اینطوری و اینجا لاوا میذاریم. حالا همینجور که میبینین اینا میان این لاواهای میان دوری پایین و دیگه همینجوری درسته دیگه. فقط یک ذره بعد مدت زمان زیادی صبر کنید تا این انگار بریزه و دیگه کامل پر بشه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. لطفاً سابسکرایب و لایک فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خدافظ.